بریم سراغ مطلب تئوریم. ناکنید ما هفته پیش در مورد قطعات که حتما باید باشه در قالب‌های تضریب، یعنی قطعاتی هستش که وجودشون برای قالب الزامی هست. حالا در یک سری از قالب‌های دیگه هست که حالا یک سری پیچیدگی‌های دیگه‌ای دارن، پیچیدگی‌های خاص خودشونو دارن. برای اونا ما یک سری قطعات مضاعفی رو هم نیاز داریم که به پلیت‌های قالبمون و به کلیت قالبمون اونو اضافه بکنیم. خب اینجا من اومدم یک طرح کلی از حداکثر قطعات ادانی که میتونه روی قالب ما قرار بگیره اینجا آوردم. مثلا از سمت راست که اومدم شروع کردم، خب سمت راست بیس پلیت رو شما دارید. بیس پلیت یعنی اینکه مثل همون شاسی میمونه، خب که بقیه پلتفرم و بقیه قطعات قالب روی اون و بر اساس اون جلو میره. شما اونا رو دارید، یعنی روی بیس پلیت قرار میگیره. بیس پلیت با دو تا بلوک دیواره‌ای محدود شده که بهش اسپیس پلیت گفته میشه و اون قسمت‌های دیگه عرضم حضور شما که باید تو این محدوده اسپیس پلیت قرار بگیرن. زیر این ما در حقیقت اون قسمتی که مربوط میشه، البته ما پین‌های بیرون انداز رو در قسمت سمت چپ قالب داریم. پین‌های بیرون انداز رو، یعنی بیشتر و اصولیش این هستش که ما پین‌های بیرون انداز رو در قسمت قرار بدیم که پین‌های راهنمای خود قالب اونجا قرار نگرفته باشه، که مثلا شما اینجا نگاه کنید این محصول نهایی که اینجا هستش، این محصول نهایی زمانی که میخواد از داخل کویتی خارج بشه به این پین‌های راهنما گیر نکنه. بر همین ما اونها رو اونجا قرار دادیم. قسمت‌های دیگه‌ای که شما اینجا می‌بینید اصطلاحاً اسلاید هست، خب یا کشویی. ما توی قالب‌های تزریق پلاستیک برای اینکه بخوایم یک کویتی ایجاد بکنیم، یا به تعبیر دیگه قسمت در حقیقت داخلیه، یعنی سطح داخلی یک محصول رو بخوایم ایجاد بکنیم، گفتیم از یه زائده استفاده میکنیم که بهش هسته گفته میشه، هسته یا کور. خب این هسته یا کور بنا به محل قرارگیریشون، اینو خیلی دقت کنید، این هسته یا کور بنا به محل قرارگیریشون و ریمووبال بودنشون، یعنی جداپذیری از قالب، اسامی مختلفی داره. مثلا ما به اون ماهیچه میگیم در حقیقت هسته میگیم و کشویی هم میگیم، یعنی مفهوم کشویی با ماهیچه و با هسته متفاوته. هر سه اینها در قالب‌های تزریق پلاستیک میاد و برای شما دیواره داخلی محصول رو ایجاد میکنه، ولی کاربرد کشویی متفاوته. اگر شما یه حفره، خب یا یه زائده‌ای بخواید داشته باشید که یک فرو رفتگی مثلا در محصول شما ایجاد بکنه و اون فرو رفتگی در راستای باز و بسته شدن قالب شما نباشه، بهش کشویی گفته میشه. درست شد؟ بهش چی میگیم؟ کشویی میگیم. پس زمانی که شما یه زائده‌ای داشته باشید که اون یک دفرمیشن، یک فرمدهی بخواد تو محصول شما ایجاد بکنه و اون فرو رفتگی در راستای باز و بسته شدن قالب شما نباشه، به اون میگیم کشویی. خب حالا برای قبل از اینکه فک‌های قالب شما باز بشه، باید کشویی از داخل محصول شما خارج بشه. درست شد؟ چرا؟ چون در راستای باز و بسته شدن قالب شما قرار نگرفت. و یک کشویی. یه سری قطعاتی هستن که روی
که میان همون فرو رفتگی رو ایجاد میکنن ولی روی پلیت های قالب قرار نگرفتن. درست؟ به اونا چی میگیم؟ به اونا میگیم ماهیچه. خب پس به اونا میگیم ماهیچه. ولی یه سری زائده هایی هستن که در قالب همون کور هستن، یعنی مثل همون ماهیچه و کشویی هستن، فرو رفتگی ایجاد میکنن داخل محصول نهاییمون ولی به صورت ثابت روی پلیت قرار گرفتن. خب به صورت ثابت روی پلیت قرار گرفتن، به اونها ما هسته میگیم. درست شد؟ پس ما 2 تا کور متحرک داریم معمولا توی قالبامون که یک کشویی هست و یک ماهیچه هست. ماهیچه در راستای باز و بسته شدن فک‌های قالب قرار میگیره، کشویی در راستای باز و بسته شدن فک‌های قالب قرار نمیگیره. اون طرف هم یه چیزی داریم که حالا همون هسته هستش که به صورت دائمی روی پلیت قالبمون قرار میگیره که حالا شما اینجا دارید کشویی رو میبینید و در حقیقت اینجا هم که حالا کور قرار گرفته. درست شد؟ این است و این توضیحی که در ارتباط با این باید خدمتتون میدادم. خب ما اومدیم گفتیم که قالب‌های تزریق پلاستیک رو از دیدگاه‌های مختلفی تقسیم بندی و کلاسیفاید میکنیم. حالا میگم همون نوع تعداد کشویی ها هستش، چه میدونم کور و اینها. از یک دیدگاه دیگه ای هم هست که ما میایم اونها رو در حقیقت کلاسیفاید میکنیم که ما به اونها قالب‌های ترموپلاست یا قالب‌های ترموست میگیم. درست شد؟ ترموپلاست چیه؟ توی ترموست ها گفته که cold material is injection into an extremely hot mold to create a part. This process causes the part so it can never be melted again. نکنید بچه‌ها، ما از دیدگاه تکنولوژی پلاستیک خب برای اینکه بخوایم یک جامد به رزین تبدیل بشه، حالت خمیری تبدیل بشه، باید بیایم پیونده هایی که بین اون گرانول های اون رزین وجود داره چیکار کنیم؟ اون پیوند های کریستالی رو بشکنیم. خب این شکستن پیوند های کریستالی در 2 نوع فرایند صورت میگیره. یه موقعی هست شدت حالا اون شکستن، حالا که اینا یک فرایند شیمیایی هستش ما خیلی واردش نمیشیم، به ترتیبی هست که ما دوباره میتونیم اون رو ریسایکل بکنیم. یعنی فرض کنید دیدید دیگه پلاستیک‌های بازیافتی رو 2 مرتبه میتونیم خمیریشون کنیم و فرم دهی بکنیم که اونا بهشون میگیم ترموپلاست. ولی یه دسته از این مواد هستن که اگر اونها رو بیایم پیوندهای بین مولکولیشون رو، کریستالیشون رو بشکنیم، دوباره نمیتونیم بیایم و تو فرایند ریسایکل و بازیافت از اونها استفاده بکنیم. اگر این کارو بکنیم و تحت مجاورت حرارت قرار بگیرن، وارد واکنش با اکسیژن میشن، یعنی اکسید میشن، میسوزن. پس این تقسیم بندی رو ما از دیدگاه تکنولوژی پلاستیک و دیدگاه متریالی که در به عنوان رزینمون استفاده میکنیم داریم. حالا قالب هایی هم که میایم برای این جریان استفاده میکنیم برای ترموست ها و ترموپلاست ها متفاوت. یعنی فرایند در حقیقت تزریق میشه گفت فرایندی هستش که خیلی شاید تفاوت نشه، ولی تو بحث قالب گیریشون اینها متفاوت. قالب های ترموست در حقیقت فرایند ملتینگ یا ذوب شدن داخل قالب اتفاق میفته. یعنی ما میایم رزین رو هدایت میکنیم داخل قالب تو ترموست، بعد اونجا اون رزین تحت حرارت و فشار بالا قرار میگیره و فرم دهی درش صورت میگیره. ولی توی ترموپلاست ها با توجه به توضیحی که اینجا داده plastic material is melted and injected into mold. از تو حالت قبلی cold material تزریق میشد. cold material is injected into extremely hot mold. اینجا plastic material is melted، یعنی توی حالت ترموپلاست
ما در حقیقت رزین هامون رو ذوب میکنیم، بعد تزریق میکنیم داخل قالب، ولی توی ترموست ها ما رزینمون رو قرار میدیم داخل قالب و داخل قالب اون رو ذوب، که با توجه به این نوع مواد، قالب هایی که برای اینها مورد استفاده قرار میگیره متفاوت. خب من یه لحظه ظاهرا صدا قطع شده. خب از یه دیدگاه دیگه هم ما میایم قالب ها رو تقسیم بندی میکنیم. درست شد؟ از دیدگاه در حقیقت تعداد صفحاتی که اینجا در قالب ها مورد استفاده قرار میگیره میایم و قالب هامون رو تقسیم بندی میکنیم. خب دقت داشته باشید، ما یه موقعی هست که رانر هامون به طریقی قرار میگیره برای پر کردن کویتی که همراه محصول در حقیقت اون رانرهای ما هم جزء محصول نهایی میشه. خب اون رانرهایی که ما داریم جزء محصول نهایی ما میشه، یعنی همراه محصول نهایی از کویتی ما خارج میشه. ولی ما میتونیم چیدمان پلیت ها رو به نحوی قرار بدیم که این رانرها در حقیقت از محصول نهایی ما جدا بشن، یعنی نیاز به یک فرایند اضافی نداشته باشیم که بخوایم بیایم اون راهگاه ها رو حالا یک اپراتور یا کسی دیگه بخواد بیاد از محصول نهاییمون جدا کنه، که خود همین باعث میشه که ما باز یک نوع دیگه از تقسیم بندی قالب ها رو داشته باشیم، که اینجا ما قالب های 2 plate mold رو داریم و قالب های 3 plate mold رو داریم. توی قالب های 2 plate mold در حقیقت اون رانر و راهگاه هم همراه محصول نهایی هستش، برش یک اپراتور حالا و یک کارگری باید بیاد و اون راهگاه و رانر رو جدا بکنه. ولی خب توی دسته بعدی 3 plate mold اون راهگاه و رانر در حقیقت از محصول نهایی شما جدا میشه. این هم یه نوع تقسیم بندی دیگه‌ای که تو بحث راهگاه ها ما داریم. مطلب بعدی که توی تقسیم بندی هامون هستش، خب توضیح دادیم براتون، راهگاه جزء پرتی محصول هستش. یعنی زمانی که مثلا شما توی این شکل B اگر دقت بکنید، شکل سمت چپ، میبینید که این راهگاه همراه محصول نهایی به عنوان پرت شده و ضایعات از قالب خارج میشه. ولی توی شکل سمت راست شما میبینید نه، پرتی محصولی نداریم. حالا ما کار نداریم که قالبمون قالب 2 پلیته هستش یا 3 پلیته. مطلب اینه که ما اینو میخوام بهتون بگم که پرتی محصولی تحت عنوان رانر نداریم. برای اینکه از این کار جلو بگیریم کنیم یک سری قالب هایی رو استفاده میکنیم تحت عنوان هات رانر، قالب های هات رانر. اینا چیکار میکنن؟ اینا دائما در فرایند تولید ما میان اون قسمت رانرها رو مذاب نگه میدارن، یعنی اجازه سرد شدن و انجماد رو به راهگاهتون نمیدن و دائما در اون کانال های راهگاهی مذاب چه در زمان بسته بودن قالب و چه در زمان باز شدن قالب اونجا به صورت مذاب وجود داره. پس ما پرتی محصولی نداریم که خب این خیلی خوبه. یعنی اگر ما قالب های تهیه بکنیم، چون سیکل های تولید و اسکیل تولید ماشین های تزریق پلاستیک یک اسکیل تولید خیلی وحشتناک بالایی هستش. مثلا من خاطرم هستش شرکت کوکاکولا، که خب میدونید نوشابه کوکاکولا بیسش در مشهد هستش دیگه، یعنی کمپانی کوکاکولا که به شرکت خوشگوار برمیگرده
این در شرکت مادر در مشهد هست. حالا کمپانی های دیگه ای هم از قبل اون ایجاد شده در اقصا نقاط کشور. اون زمان خب تولید اینها خیلی بالا بود، یعنی تولید وحشتناک بالایی داشته و انواع نوشیدنی ها هم تولید میکنن دیگه. اینها رو آورده بودن حالا به خاطر شرایط آب در مشهد که آب سنگین هست در مشهد، اکثر شرکت های زیادی هستن که تو مشهد آب نوشیدنی، یعنی آب تصفیه شده و نوشیدنی تولید میکنن. شرکت کوکاکولا هم با یک برند خاص اومده بود و این آب رو تولید کرده بود. منتها یک کار به عنوان پایه‌گذار یک کاری بود تو این جریان. اومده بود چیکار کرده بود؟ چون به هر حال نوشیدنی آبهای نوشیدنی گازدار نیستن. چون گازدار نیستن، اون دربطری که استفاده میکنن دربطری میتونه باشه که از ارتفاع کمتری برخوردار باشه. شما میدونید خب مثلا نوشابه های گازدار یا کلا نوشیدنی های گازدار دربطری که میان براشون استفاده میکنن و رزوه هایی که برای اون دربطر استفاده میکنن، اگر این سری خریدید دقت بکنید و با نوشیدنی های بدون گاز مقایسه کنید، میبینید ارتفاع اون دربطرها بیشتره. چرا؟ چون فشار گاز داخلی اون بطرها به اون دربطر فشار میده. ولی در نوشیدنی های بدون گاز این نیست که حالا آبم جز اون دسته. اومده بودن گفته بودن خیلی خوب، ما که اینجا گاز نداریم پس ارتفاع اینو کمتر کنیم، نیازی نیست از متریال بیشتری استفاده بکنیم. همین میزان که اومده بودن ارتفاع آب رو کم کرده بودن، در همون مقطع زمانی با توجه به صرفه جویی که داشتن، در سال مثلا فرض کنید 89 یا 90 اوایل دهه 90، یعنی در 9 سال پیش، فکر میکنن در یک ماه 100 میلیون تومان در اون مقطع زمانی 100 میلیون تومان تونسته بودن صرفه جویی داشته باشن. درست؟ پس اینا خیلی مهمه که شما بتونید در فرآیندهای تولید از پرتی محصولاتتون جلوگیری بکنید. صرفه جویی که در رزین میشه و اینها به شما خیلی کمک میکنه. تازه تو اون مقطع زمانی هنوز فکر میکنم رزین وارد بورس نشده بود و برای کمپانی ها و شرکت های داخل کشور رزین به صورت سهمیه‌ای داده میشد. فکر میکنم هنوز هدفمندی یارانه ها اون زمان نشده بود و این خب تازه الان شما در نظر بگیرید که رزین در بازار بورس خرید و فروش میشه، این دیدگاه و این دقت نظر داشتن ها در طراحی قالب چقدر میتونه در فرایند و پروسه تولید کمک کنه. این از حالا موردی که پس توی هات رانر ما دیگه به خاطر اینکه دائما این قسمت ارزم بزرگ شما راهگاه یا گلوی راهگاه ها یا رانرها به صورت مضاف هستن، ما پرتی محصولی نداریم، یعنی اجازه انجماد نمیدن به راهگاه، به اون متریال داخل راهگاه که به عنوان پرتی محصول اون رو بیرون بفرستیم. خب اینو توضیح دادیم براتون چرا ماهیچه کور روی نیمه متحرک قالب قرار میگیره. چرا ماهیچه کور روی نیمه متحرک قالب قرار میگیره. نه، در مورد این توضیح ندادم. در مورد پینهای بیرون انداز که تو قسمت در حقیقت درگیر نشه محصولمون با پینهای راهنما توضیح دادم. این هم یه سوالی هستش، سوال خوبیه. گفته چرا ماهیچه یا کور خب روی نیمه متحرک قالب قرار میگیره؟ خب ما بهتون توضیح دادیم دیگه، که ما بعد از فرایند انجماد انقباض رو داریم، شرینکینگ رو داریم، منقبض میشه محصولمون. خب وقتی محصولمون منقبض بشه، در حقیقت محصولمون میتونه از دیوارهای خارجی راحت جدا بشه، از دیوار خارجی راحت میتونه جدا بشه تا در حقیقت از روی کور. انگار زمانی که شما فرض کنید یه قطعه منقبض میشه و حالا مثلا یک میله داخل اون قطعه قرار گرفته، خب خارج کردن اون میله سخت میشه دیگه، درسته؟ ولی از اون طرف دیواره هایی که اون رو احاطه کردن به واسطه انقباض، خارج کردن از اون چی میشه؟ راحت تر میشه. و همین دلیل هستش که ما کور رو میایم روی قسمت متحرک قالب
طراحی میکنیم، چون همون بیرون کشیده شدن اون نیرو رو به ما کمک میکنه که در حقیقت سیستم های پران کمک میکنه به سیستم های پران که راحت‌تر بتونن اون قطعه رو به بیرون بندازن. درست شد. پس به واسطه اون انقباضی که صورت میگیره، اون انقباض باعث میشه که به دیواره های ماهیچه یا کرد قطعه ما بچسبه. خب با قرار دادن تو قسمت متحرک، سیستم های پران راحت تر میتونن اون رو به سمت خارج هدایت کنن. اینم دلیل این کار هستش که باید شما تو طراحیاتون این رو جزو ملاحظاتی هست که باید در نظر بگیرید که اینجا توضیح داده. خود در زمان سر شدن قالب قطعه تبدیل منقبض شده و در هنگام باز شدن قالب روی ماهیچه میچسبد. اگر ماهیچه در سمت متحرک قالب نصب شود، امکان تحریک سیستم پران راحت تر هستش که این توضیح رو من خدمتتون دادم. خب ما تو بحث روش هایی که میتونیم ماهیچه و حفره رو به کار ببریم، نکنید ضمن اینکه اینجا دقت کنید یه قالبی براتون گذاشتم، این قالب جالب هستش. خب پلیت ها که هست، پلیت هایی که به صورت دائمی هست، ولی اون قسمت کروکویتی که اومده برای این قالب در نظر گرفته شده، اون قسمت های کروکویتی در حقیقت سیلیکونی هستش. خب این که شما اینجا دارید میبینید سیلیکون، یعنی شما میتونید بیاید با توجه به این حفره های اصلی که یا حالا سیلیکونی که نه میتونیم بگیم اینها با پرینتر سه‌بعدی درست شده. خب حالا برای بعضی از جاها میشه سیلیکونی سه‌بعدی، ولی کلیتش اینه که شما فرض کنید یه سری هندسه های پیچیده دارید. خب همین استخراج کروکویتی، ماشین کاری کردنشون، اینا کار مشکلی. شما میتونید در حقیقت دو تا کفه دائمی داشته باشید. بعد روی اون دو تا کفه دائمی میتونید با توجه به انواع محصولاتی که تولید میکنید بیاید و این قسمت ها رو جداگونه بسازید. بعد بیاید اون پلیت های اصلی قالبتون قرار بدید. گرچه من به این دو تا پلیت کروکویتی میگم، ولی کروکویتی هاش امکان مدولار هستن. یعنی من میتونم اینها رو بردارم یه کروکویتی دیگه بیام اینجا قرار بدم، ولی خب ابعاد خارجیش باید از همین ابعاد داخلی پلیتی که داخلش قرار میگیره تبعیت بکنه. یعنی این ابعاد خارجی این قسمت باید در حقیقت برای هر کروکویتی های متنوعی که میخوام بسازم باید ابعاد خارجیاشون با هم دیگه یکی باشه. مطلبی که هستش، خب این خیلی خوبه. من میام مثلا قطعات پیچیده رو با پرینترهای سه‌بعدی میام درست میکنم، تولید میکنم دیگه. مثلا دردسر ماشین کاری، هزینه های بالای ماشین کاری ازش فارغ میشم و به راحتی با پرینتر سه‌بعدی میتونم بیام اینا رو تولید کنم، این کروکویتی های مختلف رو و محصولات متنوعی رو بگیرم. ببینم یه روش اینسرتی. خب حالا اینجا توضیح دادیم روش اینتگریت. در این روش حفره یا ماهیچه بر روی یک صفحه فولادی ماشین کاری شده. یعنی دیگه شما اگر بخواید نوع محصولتون رو عوض کنید، کلا قالبتون رو باید عوض کنید توی روش اینتگریت، یعنی روش مضاعف، روش اضافه شده. در این روش حفره یا ماهیچه بر روی یک صفحه فولادی ماشین کاری شده و جزء صفحات اصلی ساختمان قالب برای همیشه هست. خب ولی روش اینسرتی نه. در این روش حفره یا ماهیچه از بلوک‌های کوچک فولادی ساخته شده. همین بلوک‌ها رو میگه که حالا اینجا اینا رو با پرینتر سه‌بعدی ساختن. خب جنسش اصلا جنس فلامنت دیگه، فلامنتایی که مثلا تو پرینتر سه‌بعدی اینا استفاده میشه. حالا اینجا تو توضیحی که آوردیم اینجا گفتیم فولادی، ولی شما میتونید حالا با توجه به درجه حرارت رزینتون، یعنی رزین درجه حرارت این فلامنت ها در حقیقت نباید دمای ذوبش از دمای ذوب رزینی که داخلش تزریق میشه پایین تر باشه، چون ممکنه بیاد و اینو چیکار کنه؟ ذوب بکنه. یکی این مطلب هستش. بذارین توضیح بگم تا دو تا نکته مهم رو در رابطه با این در حقیقت کروکویتی های اینسرتی براتون بگم. در این روش حفره یا ماهیچه از بلوک‌های کوچک فولادی ساخته می‌شود و اصطلاحاً اینسرت نامیده میشه. اینسرت یعنی جا زدن، جا میزنیم. یعنی میایم کروکویتی رو جای دیگه میسازیم، جا میزنیم تو پلیت‌های اصلی.
اینسرتی نام میده و در داخل صفحه‌ای به نام نگهدارنده که حالا این پلیت‌های اصلیمون هستش قرار میشه. نکنید دو تا نکته رو دقت داشته باشید. خب یکی این که همون که نقطه ذوبی که بهتون گفتم، یعنی دمای ذوب رزینتون باید از دمای ذوب این فلامنتی که اومده اینو ساخته شده، این انسرتا رو ساخته، دمای ذوبش باید پایین‌تر باشه. اگه دمای ذوبش بالاتر باشه میاد و میچسبه به اینا، به پلیتا میچسبه. خب این پس اینو باید دقت نظر داشت. مطلب بعدی که هست، خب انتقال حرارت از اینا صورت نمیگیره. یه فکری باید به حال انتقال حرارتش بکنید. یعنی اون رزین، یعنی کلا باید برای اینسرتایی که ما از مثلا فیلامنت ها اینا استفاده میکنیم باید حتما دمای ذوبشون پایین باشه، چون دمای ذوب پایین خب با سرعت بیشتری هم سرد میشه. چرا؟ چون انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت از اینها خیلی بالاتر نسبت به فولاد هست، یعنی حرارت به سختی از اینا عبور میکنه تا زمانی که اینها فولادی باشه. پس باید بحث انتقال حرارت و در نقطه ذوب اون فیلامنت اون رو در نظر داشته باشید و اگر حالا متریالی که استفاده میکنید، رزینی که استفاده میکنید رزینی هستش که حالا دمای ذوب بالایی نداره، میتونید به راحتی بیایید و از این کوروکویتی های اینسرتی استفاده بکنید. یعنی مطلب بعدی اینسرت های موضعی هستش. خب بهتون گفتم اینسرت یعنی قطعه‌ای که جا میخوره، قطعات جا زدنی. درست شد؟ میشه قطعات جا زدنی. تو قطعات جا زدنی حالا یا لوکال اینسرت ها، اگر در یک قطعه تزریقی شکل یک نواختی داشته باشیم و به طور موضعی یک شکل غیر یک نواخت وجود داشته باشه. مثلا شما فرض کنید که خب میخواید چیکار کنید؟ میخواید بیاید مثلا یک سبدی رو میخواید بیاید درست کنید. خب اون سبد یه دسته‌ای داره، سبد شما یه دسته‌ای داره که اون قسمت دسته باید حالت مثلا مثل این شکل سمت چپی که اینجا هستش باید بیاد چیکار بشه؟ یه حالت خالی توش ایجاد بشه. برای اونها خب برای اینکه ما این یک پارچگی که اینجا داریم رو اون یک پارچگی به هم نخوره، میان در همون قسمت لوکال، در همون قسمتی که میخوایم این اتفاق بیفته رو میان و از اینسرت های چی استفاده میکنیم؟ موضعی استفاده میکنیم برای اینکه اون فرمدهی که مد نظرمون هستش چیکار بشه؟ ایجاد بشه. یه جای دیگه هم که اینها کاربرد داره در نقاط کور هستش، در بلایند انگل ها هستش. خب تو بلایند انگل ها قسمت های داخلی که ما میخوایم تو قالب طراحی بکنیم، زمان باز و بسته شدن قالب خب به مشکل میخوره دیگه. قالب ما یعنی پلیت های قالب ما نمیتونه باز و بسته بشه زمانی که ما بلایند انگل یا نقطه کور داشته باشیم. مثلا فرض کنید یک قسمت اینسرتی رو شما دارید میسازید، یه در قوطی رو دارید میسازید که لبه های اون در قوطی از داخل برگشته. برای اونها شما میاد از چی استفاده میکنید؟ از همین اینسرت های در حقیقت موضعی استفاده میکنید. که حالا انواع مختلف این اینسرت های موضعی رو ما اینجا داریم. اون حالت اولش رو بهتون گفتیم، حالت دوم، و اینجا میشه حالت سوم. در یک قالب که برآمدگی های باریک وجود داشته و امکان خراب شدن این برآمدگی ها وجود دارد، بایستی از اینسرت های موضعی استفاده کنیم. مثلا شما فرض کنید که دارید، من صدامو یه قطع و وصل بکنم، ظاهرا صدا مشکل دار شده. خب اگر که صدای من رو دارید واضح، مثلا فرض کنید شما میخواید یه دسته مسواک درست کنید. خب یه دسته مسواک درست کنید. خب مسواک خودش دستش چیز داره دیگه، مسواک یک دسته ظریفی داره. خب ما قبلا هم بهتون گفتیم قسمت های ظریف، ما گفتیم قسمت های مختلف قالب تزریق پلاستیک ما تحت
تنش برشی قرار میگیره. خب تنش برشی هم در طول زمان باعث فرسایش میشه. بعد اگر قطعات ظریفی بیاید شما اونجا استفاده بکنید، به مرور زمان اون قطعات ظریف خورده میشه، مستهلک میشه. پس بنابراین شما باید از یک سری قطعات اینسرتی استفاده بکنید که در طول زمان اون قطعات اگر خراب شدن، مشکل دار شدن، بتونید اونها رو جابجا بکنید و قطعه جدیدی رو اونجا جا بزنید. مثل همین شکلی که اینجا هستش. مثلا شما یک زائده اینجا میبینید که مثل همون فرض کنید دسته مسواکی هست که مورد استفاده قرار میدیم، که این زائده شاید ممکنه در طول زمان دچار اشکال بشه. اینو به صورت اینسرتی میسازیم که بعداً بتونیم این رو با قطعات دیگه‌ای جایگزین بکنیم. بعد حالت چهارمی هستش در قطعات تزریقی که به سوراخ گرد نیاز داشته باشن، از اینسرت موضعی استفاده میشه، خصوصا برای سوراخ‌ها با قطر کوچک، چرا که عملیات جا زدن یک پین بسیار ساده تر از ایجاد یک نافی گرد هستش. شما نگاه کنید، نافی گرد یعنی چی؟ یعنی که شما بیاید و مثلا روی اون پلیت بزرگ قالبتون بیاید چیکار کنید؟ مثلا فرض کنید شما یه قالبی دارید 20 کویتی داخلش داره، بعد واسه هر کدوم از اون 20 کویتی ها بیاید یک برآمدگی به اندازه پین ایجاد بکنید رو اون پلیت به اون بزرگی. خب این کار مشکلیه دیگه تو فرآیند ماشین کاری. میایم چیکار میکنیم؟ میایم اصلا بدون اون نافی ها کل قالبمون رو میسازیم. بعد که کل قالبمون رو ساختیم، میایم برای اون سوراخ، برای اون زائده یا هر چی هستش، میایم یه پین میایم قرار میدیم رو قالبمون. درست شد؟ میایم رو قالبمون پین قرار میدیم و حالا چون این از خارج جا زده شده روی قالب شما، بهش میگن اینسرت موضعی یا لوکال اینسرت. درست شد؟ این خیلی مورد استفاده قرار میگیره. پس مثلا فرض کنید شما روی قطعه و محصول نهاییتون میخواین یه سوراخ ایجاد بکنید. اون سوراخی رو که میاید ایجاد میکنید، به صورت پیوسته نمیاید نافی درست بکنید روی پلیت بزرگتون که 20 تا کویتی روش داره، 20 تا کور داره. میاید اون رو اصلا بدون نافی میسازید، اصلا اینجوری فرض میکنید که هیچ سوراخی رو محصول نهاییتون نیست. بعد که اون پلیت رو ساختین با اون کویتی های مد نظر یا هر چی که هست، میاید یه سری پین هایی رو حالا به صورت رزوه‌ای یا هر چی هستش که اینجا انواع مختلف قرارگیری اون پین ها رو اومده برای شما گفته، مثلا به صورت رزوه‌ای، به صورت یعنی میتونید باز و بسته‌شون بکنید، به صورت دائمی بیاید قرار بدید، میاید جا میزنید یک سری زوائد رو که بیاد اون سوراخ ها رو برای شما ایجاد بکنه. این هم هست. و یه حالت پنجمی هم اینجا باز هست. محفظه ممکن است شامل یک سری شیار باشد. بهترین تر در این حالت استفاده از یک صفحه به صورت در حقیقت اینسرتی هستش. باز هم میگم مثلا فرض کنید که حالا مثالی که الان میخوام براتون بگم تو ذهنم نیست. فرض کنید یه صفحه ایجاد کردید که روش یک سری شیارهایی هست. حالا مثالی که الان میخوام براتون بگم تو ذهنم اینه. اون شیارها رو شما نمیاید به صورت مجزا روی پلیت هاتون در حقیقت ماشین کاری کنید. اون رو میاید اون شیارها رو جای دیگه میسازید و میاید روی پلیت اصلیتون قرار میدید. یعنی مثلا این قسمتی که حاشیه‌های مخالف داره در حقیقت همون صفحه شیاردار ما هستش که اومده اینجا چی قرار گرفت روی قطعه شما، که نهایتا روی محصول نهاییتون اومده اینها رو ایجاد کرده. دسته سنباده رو نکنید. اون ظرافتی که دسته سنباده داره، یا مثلا بدنه یک سری از قطعات که میان بهشون طرح چرم میدن، مثلا نمیدونم حالا شنیدید یا نه، میگن آقا یخچال مثلا حالت چرمی. خب شما اون که نمیان چرم روش بکشن، ولی وقتی رو بدنه اون دست میزنید، اون تزریق پلاستیکی که صورت گرفته، میبینید که انگار حالت طرح چرم داره.
اونها نه، اونها رو میان کل پلیت قالب رو تحت یک فرایندی قرار میدن، یک حالت فرایند پاششی هم هستش، تحت اون فرایند قرار میدن و یک سری شیارهای خیلی ظریفی که مثل همون بافت‌های چرم هستش رو میاد رو کل پلیت قالبتون ایجاد میکنه. یعنی اون شیارهای خیلی ظریف رو که حالا نظم دقیقی هم نداره رو میاد از اون فرایند استفاده میکنه و اونا به صورت دائمی قرار میگیره رو قالب‌های شما. این بحث دسته سنبادم فکر میکنم از همون دست باشه. خیلی خوب، حالا انشاءالله بحث اینسرت های اصلی رو برای هفته آیندهمون میذاریم.